به قسمت دوم معرفی صفحات برش خوش اومدید. تو این ویدیو میریم سراغ استیل بور، سرامیک بور و گرانیت بور. اگر قسمت قبلی ویدیو رو ندیدید برید ببینید، چون روی صفحات برش چوب کار کردم. بریم تو کارش. دیسک برش استیل با دیسک برش آهن تفاوت زیادی نداره، جز اینکه ضخامت خیلی کمتری داره. یعنی کل ضخامتش 1 میلی و برای برش انواع فولاد سخت مثل استیل که ضخامت کمی دارن استفاده می‌کنه. صف الماسه یا گرانیت بور برای برش سنگ‌های گرانیت استفاده میشه و دیده شده خیلی از کاربرها برای برش سرامیک و هر نوع سنگی ازش استفاده میکنن. تفاوتش با سرامیک بور چیه؟ یه سری شیارها روی صفحه هست، به همین خاطر باعث میشه سنگریزه‌ها کمتر پرتاب بشن و اصولاً مقاومت بالایی تو دورهای بالا داره. مثلا این دیسک میتونه با سرعتی بالغ بر 13200 دور در دقیقه کار بکنه. سرامیک بور هم همینطور مقاومت بالایی داره. این دیسک هم 13200 دور در دقیقه رو تحمل میکنه و به صورت کلی تفاوت‌های آنچنانی بین این دو تا وجود نداره و اگر کار حرفه‌ای نمی‌کنید گرانیت بور هر دو تا کار رو براتون انجام میده. ولی این طبیعیه که هر چقدر ضخامتشون کمتر باشه برش تمیزتر و طول عمر کمتری داره. فقط یادتون باشه دیسک مناسب با سرعت گردش دستگاهتون رو تهیه کنید و با زاویه چرخش درست نصبش کنید. اینم از این. امیدوارم دوست داشته باشید. اگر از این سبک ویدیوها دوست دارید توی کامنت ها بهم بگید. ارادت.